ادیسون گفته است هر کوششی بی نتیجه قدمی دیگری است که به پیش برمی‌داریم. ما هرگز نمی‌دانیم در کوچه بعدی زندگی چه چیزی ما را انتظار است. ممکن است آرزویمان در کوچه بعدی ما را انتظار باشد. ممکن هم هست ناخواستنی بزرگی در انتظارمان باشد. در هر دو حالت باید قوی باشیم و روحی خود را از دست ندهیم. اگر شکست خوردی، مطمئناً آسمان به زمین نمی آید. اگر در زمین افتیدی، می توانی برخیزی و دوباره براه افتی. و اگر هم به آرزویت رسیدی، آنقدر خیال راحت است تا بتوانی از آن استفاده و لذت ببری. علامه اقبال در این مورد چی زیبا گفته است که در طلب کوش و مده دامن امید زیده است. دولت هست که یابی سری راه گاهی.